سرت شلوغه نمیدونی چجوری فید بزنی و سری تموم شه. این آموزش برای توه. خط صفر رو انداختی، گارد ماشین رو باز کن، با کنترل دست فید کن. برای انجام این کار نباید عجله کنید، خیلی نرم و آروم این کار رو انجام میدیم. اصلا نباید فشار دستتون بالا باشه یا پایین باشه، با یک فشار دست تا آخرش انجام بدید. اسم این باز حرکتی سی موشن هستش، یعنی ماشین ما باید به شکل سی در بیاد، تیغه ما باید به شکل سی باشه، سی انگلیسی که نیم دایره هم میشه بهش گفت. و حالا بعد از اینکه کارمون با گارد باز ماشین تمام شد، گارد ماشین رو میزنیم روی وسط و روی خط صفرمون کار میکنیم که بتونیم به فیدمون متصلش کنیم و هیچ خطی باقی نمونه. دقت داشته باشید که با کورنر ماشین این کار رو انجام بدید و یا با کنترل دست خیلی پایین که بتونید فقط فید کنید، لاین جدیدی ایجاد نکنید. خوشحال میشم چنل یوتیوبمو ساب کنید و کامنت و لایک یادتون نره. بعد از اتمام کار بریم سراغ وصل کردن قسمت مشی به توسی. And I really love who I am. I used to skip out on exams. Now I write hits with my pen. I used to play streets for a 10. Now I get